سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بولوار ساحلی انزلی. امروز جمعه 6 بهمن ماه، ساعت حدود 11 صبح. بولوار ساحلی انزلی که به بوستان ساحلی یا بولوار ساحلی قدس نیز معروفه، یکی از جاذبه‌های گردشگری زیبا و دیدنی شهر انزلیه. پارک ساحلی قدمت زیادی داره و اولین پارک ایران به سبک اروپایی محسوب میشه. این پارک با چشم‌انداز زیبا از تأسیسات بندر، دریای خزر و ورودی تالاب بین‌المللی انزلی فضای زیبا و چشم‌نوازی رو ایجاد کرده. فضای سبز و صندلی، مجسمه‌های زیبا و مفهومی از جمله مجسمه مرحوم قایقران از کاپیتان‌های تیم ملی ایران، حوضچه‌های آبی با فواره‌های دوست داشتنی، دیدن پرندگان زیبا و رفت آمد قایق‌ها، همه میتونه شما رو ساعت‌ها محو تماشای خودش بکنه. امتداد این پارک به دریا متصل میشه که در نهایت به یک سازه‌ای مانند فانوس دریایی ختم میشه. در جاهای مختلف این پارک قایق‌هایی هست که با اجاره این قایق‌ها میتونید دیدن تالاب انزلی برید. قبلا ولاگ زیادی از جاهای دیدنی و زیبای شهر انزلی رو در کانال قرار دادیم. جاهایی مثل منطقه آزاد انزلی، آکواریوم انزلی، بازار ماهی فروشان، شنبه بازار و بسیاری از جاهای دیگه که همه این ویدیوها در پلیلیست مربوط به شهر انزلی موجوده. لینک پلیلیست انزلی رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
شیبایی فوتبال ماهی هم پس ماهی یک کنار دی